خب شاروالای کابل طبعا که نسبت به سالهای دیگر امسال خیلی پیشرفته آمده، به خصوص در ساخت چهارراهی‌ها، سرک‌ها و همچنین جاده‌های شهری که زمانی که در دوران وقت بود یعنی چهارراهی‌ها دچار بسیار خرابی‌ها و دیگر مشکلات بودند، اما خوشبختانه با آمدن امارت اسلامی هم در ساخت چهارراهی‌ها و هم در تنظیم شهرها خیلی تغییرات آمده. خب خدمات شهری هم به طریق شاروالای خیلی یعنی زیبا شده در شهر و همچنین با ساختن سرک‌ها خیلی زیبایی شهر رو چند ساختن و شاروالی کابل نظر به سال‌های دیگه امسال خیلی کار کرد، تلاش کرد تا جامعه را یا کشور افغانستان خیلی از نظر زیبایی شهر خیلی به سطح بالا ببره. یعنی پیشنهاد من شاروالی کابل این است که در هر نقاط از کشور، هر نقاط از افغانستان جاهایی برای زباله و یا موترهای زباله را برای هموطنان عزیز فراهم کند تا هموطنان عزیز زباله خود در کوچه و در سرک و در جاهای دیگر نندازند. قسمت نالشانی ما با شاروالی کابل در تپه وزیر اکبر خان همکاری بودم ماه پیش عمل. فعلا در قسمی که در افغانستان بیکاری است، فقر است و کاروبار است، ما اومدیم تا اینجا ساعت‌گیری کنیم با دوستا و رفیقای خود و یکم ساعت متعش و از گزند روزگار یا خستگی روزگار یکم در امان باشیم. برای مردم متوسل میکنم که کسی که روبروی خانه جوی است یا روبروی دکان جوی است هم پلاستیک در جوی نپرتن، اما اشغالای خود در جوی نپرتن، جوی بند نشه و دیگه ای که مکلف هستم پیش دکان خودم جوی صاف کنه، زیاد مسافت فکر نکنم که در بر بگیره 1 2 متر 3 متر در بر میگیره، باید هر کدام دکاندار پیشی دکان خود پاک کنه و خانه والا پیشی خانه خود صفا کنه پاک کنه و می گلدانایی که پیشی خانه هر قرار گرفته در سرک است، لب سرک است، هیچ کدام مصرف نداره که هر روز دیگران در تابستان رو روداری کنن تا که فضای خوبتر شود و سرسبزی به